به ایدن شارپ خوش اومدید. فکر کنید قراره تناسخ پیدا کنید، اونم نه به عنوان یه انسان، به عنوان یه مانستر، اونم نه هر مانستری، به عنوان یه عنکبوت. آخه انیمه تناسخ به عنوان یه عنکبوت که تو مای انیمه لیست نمره 8 رو گرفته، انیمه 24 قسمتیه، ژانرش هم که خب تابلو دیگه، تناسخ. حالا من میخوام تو این ویدیو انیمه رو بررسی کنم، نقاط ضعف، نقاط قوت، بخشای مختلفش، تا ببینیم از ما چه نمره‌ای میگیره. بریم سراغش. این یه ویدیو ریتینگه، پس نوبتی هم باشه. اول از همه نوبت داستانشه، پس بریم سراغ داستانش. واکابو دوستاش تناسخ پیدا میکنن به یه دنیای فانتزی. هر کسی تناسخ پیدا میکنه به یه جسمی. شخصیت اصلی داستان ما هم به عنوان یه عنکبوت سر از تخت در میاره. داستان این انیمه سروایو، یعنی کاراکتر اصلی ما که واکابو باشه باید تا میتونه نجات پیدا کنه، لول اپ کنه، که دقیقاً 12 قسمت انیمه هم مشکلات واکابو و ماجراجوییاش تو همین دانجنه میگذره. یه عالمه لول اپ، یه عالمه ماجراجویی و حریفای سرسخت الی آخر. بعد از خارج شدنش از این دانجن هم هدف انیمه هیچ تغییری نمیکنه. نمیگم این ماجراجویی خیلی خفنن، خیلی باحالن، حتی با خود ارباب شیاطین هم شاخ به شاخ میشه که خیلی باحاله، ولی هدف اصلی انیمه لول اپ و سروایو. این داستان به ما یه اوپنینگ خیلی خفن با پتانسیل خیلی اوپی میده. ویلنا مشخصن، کاراکترها همه جذابن، در کل سرگرم کننده است. یه انیمه تناسخ قشنگ با هدف مشخص که میتونه سروایو باشه، که از من میتونه نمره 6.5 رو بابت داستانش دریافت بکنم. واقعا هم حقشه خدایی، داستانش قشنگ. بریم سراغ بخش بعد، یعنی طراحی و گرافیک. آقا گرافیک خوبه، دوست داشتنی، کول. طبق معمول گرافیک توی موشن دادن سی جی آی ریده. ببینید به افتضاحی انیمه فیلیر فریم نیست که لینک بررسیش هم تو دیسکریپشن گذاشتم، اونم دوست داشتید میتونید چک کنید و بررسی. تو فیلیر فریم مشکل نورپردازی و سی جی آی بیداد میکرد، افتضاح بود. سکانس ها اصلا عمق نداشتن، یعنی شما میفهمیدید این مانستر مال این سکانس نیست، اصلا انگار یه جسم جداییه. قصه همون قصه خیار است که تو اون ویدیو گفتم ولی تو این انیمه سکانس ها عمق دارن، نورپردازی عالیه، ولی موشنشون خیلی مشکل داره. یعنی تو حرکت دادن کاراکترها واقعا خراب کردن. اومدن فریم سی جی آی رو بیارن پایین، همون تیریدی ها رو دارم میگم، که با فریم انیمه مچ بشه. به خاطر همینم است که خراب کردن متاسفانه. آقا شما سی جی آی رو تو شانگریلا فرانتیر ببینید چقدر زیباست. موشنش اصلا با آدم صحبت میکنه، برمیگرده بهم میگه ارسلان چطوری داداش، میگم نوکرتم خوبم، واقعا با هم صحبت میکنه. چقدر خوب کار کردن موشنشو. ولی بخشای دیگه گرافیک بدک نیست. نمیتونم راجع به طراحی هم همین نظر بدو بدم. طراحی مانسترها خوبه، دلنشینه، قشنگ اومدن مانسترهای جدید درست کردن ولی گن نزدن. خیلی هم طراحی اوپی نداره، ولی میتونست خیلی بدتر باشه. مثلا اومدن وایورن رو با این سمندرهای آبی ترکیب کنن که یه وایورن اژدها درست کنن دیگه، خیلی قشنگ در اومده. ولی یه مسئله راجع به کاراکتر اصلی ما هست. خب عنکبوت کاراکتر اصلی ما دیگه، واکابا. واسه اینکه یه کاری کنن کاراکتر ما که حالت عنکبوت داره بتونه صحبت کنه، دهنش اومدن این شکلی درست کردن. خب این خوبه، اوکی، ما باش مشکلی نداریم، خیلی هم قشنگه. قیافه اصلی این مانسترهای عنکبوت هم این شکلیه، اینم اوکی، با اینم مشکلی نداریم. فقط یه مشکلی هستش. مشکلش چیه؟ بذارید من براتون یه مثال بزنم. اینجا واکابا یه ذره لول اپ کرده و قوی شده، با این ماجراجوها برخورد میکنه و باش مبارزه میکنه، ولی قیافش قیافه معمولی، شکل مانستری داره. یعنی من بیننده نمیتونم بفهمم این یکی دیگه از اون عنکبوتاییه که تو دانجنه یا واکاباست. حداقل جلوتر بهتره. مثلا با یه مدیر برخورد پیدا میکنه، قیافش همون قیافه عادی رو داره که دهنش اونجوری طراحی کردن صحبت کنه، نیومدن شکلشو شبیه مانسترا بکنن. ولی تو این سکانس، وقتی به این سکانس میرسید، به این قسمت میرسید، میبینید که متاسفانه نمیشه فهمید که این واقعا واکاباست یا مثلا یه عنکبوت دیگه است. جلوتر میشه فهمیده، ولی خب این سردرگمی واسه بیننده ایجاد میشه. حداقل کاری که میتونست طراح واسه این کار انجام بده، اینجا رو برطرف کنه، میتونست یه ابر بذاره جلو صورتش. بیاد من خودم اینجوری درست کردم، مثلا اون صورت گوگلی که صحبت میکنه رو بیاره بذاره اونجا که من بفهمم این واکاباست. ولی در کل طراحی و گرافیک خوبه، به دل میشینه. نمیتونم بگم خیلی بدا، ممکنه به خاطر عدم بودجه بوده باشه، ولی طراح میتونست با یه حرکت خیلی کوچیک ایراداتشو برطرف کنه، مثل همون ابره که بهتون نشون دادم. به خاطر این مشکلات من بهش میتونم نمره 6 رو بدم. کلا موشن خراب میشه، نمره من میاد زیر 7.
حالا بریم سراغ بخش بعدیمون یعنی نوآوری، ببینیم چه چیزای جدیدی این انیمه به ما نشون میده. بریم سراغش. اولین نوآوری که خب من طرفدارش اصلا نیستم اینه که کاراکتر اصلی ما به عنوان یه عنکبوت تناسخ پیدا کرده، ولی خب جدید بود نبود. نوآوری بعدی میتونه مربوط به نوع تناسخ باشه، اینکه هر کدومشون توی جسم جدید تناسخ پیدا کردن. مثلا طرف پسره تو جسم یه دختر، تو جسم یه اژدها، مانستر یا حتی عنکبوت تناسخ پیدا کرده. خب شاید فکر کنید این چیز جدیدی نیست، مثلا انیمه ریمانستر تو بدن یه قابلین تناسخ پیدا کرده بود. خب ما اینو دیده بودیم، ولی این تناسخی که الان داریم میبینیم یه جور ناهنجاریه، هم تو بدنهای مختلف تناسخ پیدا کردن، هم تو زمانهای مختلف. حتی ما یکی از کاراکترها رو میبینیم که هنوز بچه است، هنوز اصلا بزرگ نشده، خط زمانی متفاوته. و من این نوآوری راجع به خط زمانیشو خیلی دوست داشتم، قشنگ بود واقعا، که از من نوآوریش میتونه نمره 8.5 بگیره که واقعا هم حقشه. حالا بریم سراغ بخش بعد یعنی بخش کارگردانی. یکی از مشکلاتی که داره اینه که خب مثلا کاراکتر اصلی ما به عنوان یه عنکبوت تناسخ پیدا کرده و با این موضوع کلنجار میره. یه کاراکتر دیگه به عنوان یه اژدها مثلا تناسخ پیدا کرده و اونم کلنجار میره. ولی مثلا یکی از کاراکتر فریا به عنوان یه دختر تناسخ پیدا میکنه، قبلا پسر بود و هیچ مشکلی با این مورد نداره، اصلا هم کلنجار نمیره، یه جوری رفتار میکنه و تیپ میزنه خفن که انگار اصلا یارو 10 سال 20 سال دختر بوده. خب اینجاست که شما تا آخرای انیمه فکر میکنید موضوع اینجوریه، بعد آخر تازه میفهمید قضیه مربوط به خط زمانیه. این کاراکترهایی که تو جنسای مخالف تناسخ پیدا کردن اینا از بچگی تناسخ پیدا کردن و خب اونجوری بزرگ شدن و یاد گرفتن. یعنی میگم بچه خرابکاری کرده برید عوضش کنید، همینا. اینجا من برمیگردم میگم کارگردان خرابکاری کرده، آقا برید عوضش کنید. نحوهی که این ناهنجاری تناسخو به صحنه کشیده کارگردان خیلی قشنگه، بیننده قشنگ متوجه میشه یه ناهنجاری باعث تناسخ شده، ولی اینکه چه کسی چه زمانی تناسخ پیدا کرده کاملا مبهمه. البته انیمه یه سرنخهای ریزی به ما میداد، مثلا که چه زمانی تناسخ پیدا کرده. مثلا راجب واکابا انیمه به ما میگه که خیلی زودتر از بقیه تناسخ پیدا کرده، ولی جلوتر میفهمیم همون چیزی که خود انیمه به ما گفته بودش همونم اشتباهه. کلا این خط زمانیش پر از تناقض و ایراده. به نظر من به جای اینکه 12 قسمت انیمه رو بردارن تو دانجنا و لول اپ و اینجور چیزا حروم کنن، حداقل میتونستن چند قسمت اینترو درست بکنن راجب شخصیت فرعیا، برگردن آقا نشون بدن کی چه زمانی تناسخ پیدا کرده، کی کجاست، و خیلی راحت این ابهامات و این مبهم ها رو از داستان حذف بکنن. مثل انیمه ایشورا قشنگ داره دونه دونه کاراکترها رو بررسی میکنه، هم کاراکترهای اصلی هم کاراکترهای فرعی، و تو این انیمه قشنگ بیننده منتظره تا به اون توت فرنگی قرمز و خوشمزه وسط کیک برسه. حالا یا آخر فصل اون انیمه است یا فصل بعدیش میشه. کارگردانی این انیمه به خاطر خر بودن خط زمانی داستان از من میتونه نمره 5 رو بگیره. اصلی ترین بخش کارگردانی مربوط به خب خط داستانی و خط زمانیه که کارگردان تو همینش جوری خرابکاری کرده. چون انیمه که خب هدف مشخصی که نداره، خب سروایو و لول اپ کردن. موضوع یعنی پانچلاین اصلی بعدی داستان همون خط زمانیش بود که متاسفانه دیدید دیگه چجوریه. پس بیشتر از 5 حقش نیست واقعا کارگردانی. آقا بریم سراغ بخش آخر بررسیمون یعنی موسیقی. انیمه موسیقی‌های اپیک داره، موسیقی‌های آروم داره، افکت‌های صوتی همه درست انتخاب شدن، ولی مثل میمونه یه آدم تنبل اومده اولین موسیقی‌هایی که از تو نت پیدا میشه رو برداشته بدون هیچ دستکاری انداخته رو انیمه. آقا موسیقی اصلا ننشسته. بخوام واضح‌تر بگم ضرب بیت توش رعایت نشده. مثلا ببینید با خوردن ضرب بیت عمل انجام میشه. حالا مثلا یه مثال بخوام خیلی قشنگ‌تر بزنم راجع به انیمه اتک آن تایتان میتونم بزنم. اون لحظه‌ای که پول عظیم الجثه پیدا شد یه موسیقی اپیک خیلی خفن پخش شد، ضرب بیت رعایت شد، هی بیتا بالا پایین میشدن، اصلا هیجانو میدادن به آدم، که متاسفانه این قضیه اصلا تو این انیمه رعایت نشده. یعنی یه موسیقی اپیکی داره ثابت داره از اول اون سکانس تا آخر اون سکانس پخش میشه. حتی وقتی که کاراکترها دارن صحبت میکنن صدای اون موسیقی پایین نمیاد. یعنی گروه موسیقی حتی به خودش زحمت نداده اون جایی که حرف میزنن یه ذره صدا یا دسیبل آهنگ رو کم بکنن، که این افتضاح توی انیمه خیلی بده. فکر میکنم به خاطر کمبود بودجه یا یه همچین قضیه هرسشون در اومده این کارو بکنن، چون دیگه این ساده ترین مسئله‌ایه که تو بخش موسیقی میتونه انجام بشه که اصلا اینجا انجام
نشده و خیلی مشکل داره. به خاطر همین موضوع موسیقی این انیمه میتونه از من نمره 4 رو بگیره. حالا اگه از رو هرسشون بوده، سر بودجه بوده، واقعا خراب کرده این بخش نمره دهی رو. آقا ما بخش انیمه رو بررسی کردیم، نمره دهی کردیم و به این نمرات رسیدیم. یه میانگین ریز بگیریم به نمره 6 میرسیم که از نمره 8 مای انیمه لیست 2 نمره کمتره که این خیلی پایین تر از نمره مای انیمه لیسته. این یعنی این انیمه بدجوری اوورریت شده. میتونه کار اوتاکوها باشه، میتونه کار عشق تناسخی‌ها باشه. یه ذره اوورریت شده، یه ذره نه خیلی زیاد اوورریت شده. من اصلا هستم از هیدن شارپ. با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت هم کنید. موفق باشید.